شیطانوف را سرنگون سازید. خاور میانه مهد امام بخاری، ترمیزی و علمای بزرگی دیگر است. قرنهای متوالی اسلام بر آن حاکم بوده و چنان فرزندان با آغوش امت اسلامی بخشیده است که حسنات و احسانات فراموش نشدنی با امت اسلامی انجام دادند. اما این سرزمین نیز همانند سرزمینهای دیگر اسلامی با آغوش کفار سقوط نمود. کفار وحشتهای گوناگونی اینجا انجام دادند، حتی که حرمت به نوامیس کردند، فصل و نسل را از بین بردند و هویت، فرهنگ، عقیده و منهج مسلمانان را نابود ساختند. از میان سرزمینهای اشغال شده یکی هم سرزمین تاجیکستان است که تا قرنهای متوالی فرزندان دلیر و شهسوار اسلام در آن زندگی می کردند. اما اکنون این سرزمین تحت تسلط چنان شخصی است که از امریکا می خورد، اما پشکل یا سرگین در طویله روسیه می اندازد و همزمان دو طاغوت بزرگ را خرسند نگه می دارد و این انسان شیطان صفت امام علی رحمانوف نامیده می شود که از دهه‌های متمادی بر شانه‌های مسلمانان تاجک حاکم است و عقیده، اعمال و منهج آنان را برباد ساخت. 3 دهه قبل، هنگامی که مبارزه مجاهدین ساکن در تاجکستان به مرز کامیابی و پیروزی نزدیک بود، آنجا نیز بر قربانی‌ها و قهرمانی‌های مجاهدین معامله و تجارت صورت گرفت و بعینه در پی قرارداد ننگین مجاهدین چنان بر کمونیست‌ها فروخته شدند چنان که امروز ملیشه‌های طالب در دوحه بر جهاد و مجاهدین معامله و تجارت کردند و خون شهدا را فروختند. آنهایی که به قرارداد با رژیم کمونیست گردن ننهادند کشته شدند، به زندانها افکنده شدند، خانه‌هایشان با آتش کشیده شد و اکثریت به هجرت کردن مجبور گشتند که طاهر جان، جمعبایی نمنگانی و بعضی از مهاجرین ازبک و تاجیک دیگر نمونه‌های بارز آن هستند. همزمان با اعلان خاتمه جهاد چنان که در افغانستان مشاهده می نمایید، همین گونه در آنجا نیز بر دروازه های هر مسجد صوفی ها نصب گردیدند تا از طریق منبر مساجد عقاید مردم را تخریب نمایند. تعلیم های سیکولار آغاز گردیدند، اختلاط عام گردید و آن سرزمین مسلمانان که روزگاری به کشتی امت اسلامی ملاح یا کشتیبان به جامعه اسلامی تقدیم می نمود، اکنون اذهان، افکار و قلوب نسلشان مملو از گندهای دموکراسی، صوفیت و دیگر گمراهی هاست. شیطانوف به تدریج کلمات مقدس جهاد و مجاهد را از تاجک ها ناپدید ساخت. برای ترویج کمونیسم، سیکولاریسم و دموکراسی کارهای مضبوط و اساسی آغاز گردید. مسجد و سیاست با هم جدا گردیدند. جوانان پایین تر از 18 سال از رفتن به مساجد منع گردیدند و صوفی های گمراه نشسته در مساجد عقاید مردم را از توحید به سوی شرک تغییر دادند. اعمال ضد اسلامی طواغیت تاجیکستان از مدار شمارش خارج است. آنان نبرد همه جانبه علیه اسلام برا انداختند. در کنار اشغال سرزمین مسلمانان بر افکار، عقاید، نظر و عبادات آنان نیز هجوم آوردند و میخواهند آینده تاجیکستان چنان شود که از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب تاجیکستان در هیچ جای عبادت الله متعال صورت نگیرد و نه همچنان کسی پیدا شود که به سوی توحید مردم را دعوت نماید. برای شناخت کامل طواغیت تاجیکستان، کتاب تألیف شده بر نواقض حکومت کشور مذکور که از سوی مؤسسه العزائم به نشر رسیده است را مطالعه کرده می توانید. اما اینجا ما به بعضی از جرایم بزرگی آن اشاره خواهیم نمود. نخست، طواغیت تاجیکستان به جای قانون الله متعال بر قوانین وضعی و شیطانی انسانها فیصله می کنند. 2. کشور تاجیکستان به جای اسلام، کمونیسم، سیکولاریسم و دموکراسی را حاکم کرده است. 3. طواغیت تاجیکستان در نبرد علیه اسلام با کفار غربی یعنی امریکا و متحدین آن و کفار شرقی یعنی روسیه و متحدین آن شانه به شانه ایستاده اند. 4. طواغیت تاجیکستان هزاران جوان، سالمندان و حتی خواهران مسلمان من را فقط به جرم اسلام به زندانها افکندند. آنان را شکنجه کرده و تحت تعذیب‌های سختی قرار می‌دهند تا از دین مقدس اسلام برگردند. 5. طواغیت تاجیکستان به هدف بربادی و تباهی نسل‌های مسلمانان به هر گونه فحشا و منکرات در کشور اجازه دادند و برای گمراه کردن جوانان آنان را به سوی فحشا و منکرات ترغیب و تشویق می‌نمایند که نمونه بارز آن تعلیم مختلط دختران نیمه‌عریان با پسران است. 6. طواغیت تاجیکستان به طور علنی با اسلام، امت اسلامی و ارزش‌های اسلامی دشمنی می‌کنند.
و علاوه بر این حجاب اسلامی را در تاجیکستان به طور علنی ممنوع قرار دادند. апа айнама сурат мегирем та биги ме қафанта севним азо пул анҷо меои اینجا گوش نمیکنه دروندش رفت میکنه گردن نکنه اینجا بیا تا تستوی تا برادید بکن آرکی مایسا دا سالگوی مورانو کتر خود تاکم جا بودم توجیکونه دیگه میکشه دیگه فقط توجیکی اینا هم بیشت محکم شه هم قفل گوش کن بگی سیمون از جریمه سیمون و تاگانگیش کلونه خب بکشوی و تانگیش به باید چی بفهمون ايه دختره اپای نسیمه باید چی باید خطه چونده شما تمام دخترها را فهمانین اونایی که حجاب به سر میکنن بعضن و میکنن پیش از همه این بیسوادی بی‌معرفتی هست سوادی کافی ندارن اونا و هم گمراه گشتگان حتی از همون زندگی خودشان را نمیدونن چی کار میکنن لباسای سطر رو سطر پوشی حجاب پوشی رو مورد دقت خود قرار دهیم در داخل این پیشنهاد بود که همین سامان شود بشه البته کی پیشنهاد کرده جناب چی پیشنهاد کردن که دیگر در حدود تاجیکستان چنین لباس پوشی محدود کرده شود تنها سطر و سیاه‌پوشی و کرکرانه تقلید نمودن با فرهنگ بیگانه نشانه با عفت بودن زنان و دختران نیست. زنکو رو گاب زده سرز بیست تنم سر لیچ کرد همو گردن تکه چون همین چیز مولی ما نیست مولی ما خیلی نیست من مسلمانم مسلمان هیچ وقت کفر نمیکنه چه کلوبو را محکم نمیکنه دیسکوتیک را محکم نمیکنه هیچ بود دموکرات یا این چیز مولی ها دموکراتی که باشه ما چیکار بفورا میکنم چیکار بفورا میکنم خود من یوکم خود حجاب میکنم حجاب ما چیکار داری فرمان جناب جولیه که سطر حجاب در پاکستان ممکن نیست روز یانگا چند سال ممکنه؟ ممکن نیست نه زنا در مردان چند سال چه؟ من توجیه‌ها بندن پریو تو باید خیلی زنکای کلان نمیگن که ممکن نیست کلان چه تو جو ویدیو پیشتر میبرم سین سال شما آدم سین سال ما بندن توجیه‌ها بندن نه مثلا چند ایده؟ نه 48 ممکنه 48 ممکن نیست خطر این نه تنها به مسلمانان ساکن در تاجیکستان عیب و عار است بلکه به تمام مسلمانان جهان شرم و ننگ است که چگونه ممکن است در جهان مسلمان زنده باشد و کفار در سرزمین مسلمانان حجاب اسلامی را ممنوع قرار دهند و در بازارها و راههای عامه برای مردم وظیفه سپرده باشند که زنان با حجاب را بگیرند و با زور حجاب را از سرهایشان دور نمایند. والله المستعان. مسلمانان غیور و متدین تاجیکستان بشنوند که یگانه راه حل نجات از طواغیت همانند شیطانوف و برای بازپسگیری آزادی ماوراء النهر به شمول تاجیکستان از کفار جهاد کردن در راه الله متعال است. شما تا دیروز بران اعمال شیطانوف و دیگر طواغیت تاجیک صبر کرده بودید و در مقابل آن قیام نکرده بودید که آنها کم کم علیه اسلام دشمنی را آغاز کرده بودند و امروز که طواغیت به طور علنی دشمنی میکنند نیز شما در خانه هایتان نشسته اید و در فکر جهاد و از بین بردن طواغیت نیستید. اگر شما در چنین وضعیت و حال قرار داشته باشید پس بعید نیست که طواغیت تاجیکستان محدودیت ها و ممنوعیت های بیشتری بالایتان وضع نمایند و برایتان خواهند گفت که خود را مسلمان نامیدن نیز جرم است. ای جوانان تاجیک، شما چهره های طواغیت تاجیکستان را خیلی خوب میشناسید. تا زمانی که طواغیت حاکم بر تاجیکستان و سگهای وفادار به پوتین از بین برده نشوند و ریشه هایشان برکنده نشود تا آنگاه دعوت به سوی توحید الله متعال در تاجیکستان کاری خیلی دشوار است. پس منتظر چی هستید؟ برای برکندن ریشه های طواغیت تاجیک خود را آماده سازید و با آنان ثابت سازید که شما فرزندان امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل بخاری رحمه الله هستید. ای مسلمانان تاجیکستان، تا چه زمان طواغیت فرزندان شما را خواهند کشت، اسیر، تعذیب و از کشور خواهند راند؟ تا چه زمان در مقابل چشمانتان بر ناموس و عزتتان تجاوز صورت خواهد گرفت؟
تا چه زمان در مقابل چشمانتان بر شعائر اسلامی بی حرمتی خواهد شد و شما تنها نگاه خواهید کرد؟ تا چه زمان از سوی طواغیت تاجیک با اسلام و ارزش‌های اسلامی نبرد صورت خواهد گرفت، حالان که شما با بی‌پروایی می نوشید و می خورید؟ تا چه زمان شما تحت حاکمیت طاغوت شیطان و زندگی پر از ذلت و غلامی را سپری خواهید نمود؟ تا چه زمان شما بی حرمتی ارزش‌های اسلامی از سوی طواغیت تاجیک را تحمل خواهید نمود؟ چه زمان شما به صدای جهاد، هجرت و قتال با کفار لبیک میگویید و کوهها، جاده‌ها و شهرهای تاجیکستان را با خونهای نجس طواغیت تاجیک و عساکرشان گلگون میسازید؟ همان عساکر و طواغیتی که از دهه‌ها بدینس و فرزندان شما را برای رضایت امریکا و پوتین به قتل رساندند و بر ارزش‌های اسلامی تمسخر نمودند. همکنون وقتش است، برخیزید و علیه طواغیت تاجیک سنگر جهاد را باز نمایید و برای آنها چنان سزای عبرتناک دهید که نسل‌هایشان نیز به یاد داشته باشند. اگر توان بازنمودن سنگر و میدان جهاد علیه طواغیت در تاجیکستان را ندارید، پس برادرانتان مجاهدین دولت اسلامی در خراسان شما را با پیشانی باز خوش آمد میگویند. بیایید به خراسان هجرت نمایید و از اینجا بعد از منظم شدن و مجهز شدن به هدف ریشه‌کن ساختن طواغیت ماوراء النهر همانند یک لشکر عظیم حرکت نمایید و مانند قتیبه بن مسلم رحمه الله یک بار دیگر پرچم اسلام را بر ماوراء النهر به اهتزاز درآورید.